این دو تا ویدیو رو ببین، ایده یکسان دارن. به نظر چه ترفند سناریو نویسی واسه دومی 9253 برابر ویو بیشتری بگیره؟ خب اولی که داره پاپ کورن درست میکنه تیکه از پلاستیکش هم میفته، ولی بسته بندیش خیلی جالبه. ولی تو ویدیوی دوم از یه ترفندی استفاده شده که لکسوس هم ازش استفاده میکنه. لکسوس که برند لوکسیه. آره ولی همراسته با هویتشه. اینجا رو ببین، لکسوس کد لیوان روی خودروش گذاشته. آره انگار میخواد بگه خودرو من هیچ تکونی تو سرعت بالا نمیخوره. ولی برای جلب توجه اول ویدیو نشون میده یک لیوان میشکنه و یه خطایی رو نشون میده. راست میگی. کلا وقتی سوتی میبینیم خیلی درگیر ویدیو میشه. دقیقاً تحقیقات تو نوروساینس نشون داده وقتی یه اشتباه یا خطایی رو میبینیم، قسمت‌های از مغزمون به سرعت 1/100 میلی ثانیه فعال میشن و مغز تو حالت هوشیار و آماده باش قرار میگیره. برای همین حسابی توجه جلب میشه. آها ویدیو دوم تیکه از اون پلاستیکی میفته ولی برش نمیداره. آره مخاطب هی چشمش میره روی اون پلاستیکه که چرا برش نمیداره. تو کامنت هم کلی گفتن حواسمون هستا برش نداشتی، تا آخر درگیر ویدیو شدن و واچ تایم خیلی زیادی گرفته. اصلا همون سوتی دادن است. اینجا رو ببین، ببین این افتادن میخوان نشون بدن صفحه نمایش لمسیه اما پلیر نشون نمیشه. همین سوتی دادن 72 میلیون ویو گرفته. یا اینجا رو ببین، کلا داره اشتباه میزنه، وزن رو جای دیگه اضافه میکنه که اصلا اثری هم نداره. 78 میلیون ویو هم گرفته. کسب و کار چجوری میتونن از این داده استفاده کنن؟ ببین مثلا لوازم آرایشی میفروشی، نشون میدی یکی رو داری میکاپ میکنی ولی یک جوش بزرگ رو روی صورتش نپوشوندی. مخاطب تا پایان درگیر میشه که چرا اینقدر میکاپ خفنه ولی این جوشه رو نمیپوشونه. باش تایم بیشتری میگیری.